سرزمینمان ایران پر از شگفتی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگیه. هر یک از این شگفتی‌ها میتونه گردشگران زیادی رو جذب کنه. در این ویدیو سراغ یکی از جاذبه‌های کمتر شناخته شده ایران، یعنی عجیب‌ترین روستاهای ایران میریم. این روستاها گاهی با معماری و گاهی با مردمانی عجیب گردشگران رو شگفت زده میکنه. اما عجیب‌ترین روستاهای ایران کدامند؟ اگر به این موضوع علاقه دارین، پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و کانال ما را سابسکرایب کنید و با کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید. اولین روستا، روستای ایستا با سبک زندگی قاجاری، یکی از عجیب‌ترین روستاهای ایرانه. این روستای رمزآلود در طارقان و استان البرز قرار داره و در اون خبری از سبک زندگی مدرن و مواردی مثل برق، گاز، موبایل و تلویزیون وجود نداره. اهالی این روستا اصالتاً تبریزی و ترک زبانند. دومین روستا، روستای ماخونیک معروف به سرزمین لیلیپوت‌ها که در استان خراسان جنوبی در 130 کیلومتری شهر بیرجند قرار داره. این روستای تاریخی با قدمتی 300 ساله یکی از عجیب‌ترین روستاهای ایرانه. این روستا به داشتن ساکنان قد کوتاه معروفه و قد مردمان این روستا به 140 سانت میرسه. در گذشته ساکنان ماخونیک از انجام دادن کارهایی مانند سیگار کشیدن، چای نوشیدن، شکار کردن و خوردن گوشت پرهیز می‌کردند. حتی تلویزیون رو هم مانند شیطان می‌دونستن. اما امروزه با اصلاح رژیم غذایی قد مردم روستا متعادل‌تر شده. همچنین با باز شدن پای گردشگرا به این روستا، امروزه می‌توان در گوشه و کنار اون رد پای مدرنی‌تر رو مشاهده کرد. خونه‌های این روستا 1 متر پایین‌تر از سطح زمین قرار گرفته و به صورت فشرده و در دامنه تپه‌ها و گودی زمین ساخته شدند. روستای سوم، روستای زرگر یا روستای وایکینگ‌های ایران در شهرستان آبیک استان قزوین قرار داره. فاصله این روستا تا آبیک 22 کیلومتر و فاصله اون تا کرج 67 کیلومتره. زبون مادری این روستا رومانو و نوشتار اونا به لاتینه. همچنین اهالی این روستا قد بلند و چارشونه هستند. روایت‌های متعددی درباره روستای زرگر وجود داره. طبق یک روایت، اجداد زرگری‌ها از طایفه‌های خارجیه که از مرزهای شمالی وارد ایران شدند. طبق یک روایت دیگه، اهالی این روستا جزو اسرای جنگ ایران و روم هستند که بعد از مورد عفو قرار گرفتن توسط پادشاه در این منطقه ساکن شدند. اهالی این روستا خودشون رو رومانی، یونانی و حتی ایتالیایی میدونن. روستای چهارم، روستای چهاربرج با ساکنانی نابینا، یکی از عجیبترین روستاهای ایرانه. این روستا در 35 کیلومتری شهر اصفهان در خراسان شمالی قرار داره. نکته عجیب در مورد این روستا اینه که از هر 100 نفر 9 نفر نابینا هستند. گفته میشه از 30 سال قبل عارضه نابینایی در این روستا شیوع پیدا کرده. همین مسئله باعث شد برخی از ساکنان چهاربرج روستا رو ترک کنند. این نابینایی حتی در بین حیوانات هم مثل گاو، گربه و گوسفند مشاهده شد. اگرچه علت دقیق این نابینایی هنوز مشخص نشده، اما خوشبختانه از سال 1391 به بعد این اختلال مهار شده. روستای پنجم، ونیز ایران، روستای سراخیه در میون تالاب شادگان که بزرگترین تالاب ایران قرار داره. از این روستا به عنوان ونیز ایران هم یاد میشه. این روستا به خاطر معماری بومی بسیار جذاب و خونه‌های ساخته شده از نی در بین گردشگران بسیار شناخته شده است. اهالی این روستا با استفاده از قایق از میون کوچه‌ها عبور می‌کنند. تالاب شادگان تنوع زیستی بسیار بالایی داره و بیش از 174 گونه پرنده از قبیل عقاب دریایی دمسفید، پلیکان پاخاکستری و گیلانشاه خالدار در خود جای داده. و اما روستای ششم، شهر آباد ابرکوه یزد، روستای دوقلوها. این روستا یکی از عجیبترین روستاهای ایرانه که تعداد زیادی از ساکنان اون دوقلوهای همسان و غیر همسانه. در مدرسه این روستا تعداد زیادی دوقلو مشاهده می‌کنید که در کنار یکدیگر به تحصیل مشغولند. مردم این روستا بر اساس سنت‌های قدیم به ازدواج فامیلی تمایل دارند و همین مسئله باعث به وجود اومدن دوقلوهای زیادی در این روستا شده.